این انشالله برادرها در خدمتن. تلفن ها در روی اکران انشالله که میتونین که زنگ بزنین و ادرس ها در روی اکران هستن و ویدیو را انشالله تا آخر تماشا کنین. ای استانوفکا ای مترو شالکوفسکی маршрутка 860 سوار میشین تا کنیچکش میوین. ای کنیچکش یعنی ویدیو که گیم تو چخل میوین. ای مترو شالکوفسکی برامدین ای وقت یک میبروین ای وقت یک تا 4 میبروین. маршрутка 860 860 تا کنیچکش میبین انشالله و طرفی بگیم پیش استانوفکا تا پیش می جای کارخونه را ویدیو سیونکا که گیم چخل اومدن در کار. انشالله که این برادرها در خدمتن و این گونه انشالله که در فروش هست. مثلا مروینی بعد قیس الهند چورن تمین چون که رسول خدا صلی الله علیه وسلم در حدیث مبارکشون فرمودن که مثل بجوز مرگ به تمام بیماری شفا بخشه. و این گونه هست اومیگا برای ایمونیتیت، برای کالونا، برای کودکا هستن. مومیا هست، سینال هست، پالمونوپولچا هست. پالمونوپولچا هست برای یعنی انسانایی که یعنی تنقسی دارن از جهت همخوابگی با همراه همسرشون، یعنی به نهایت فایده خوب داره. همه نمود ویتامین ها هست، 60 کپسولشه. بعد هست با قیس الهند پراشوک 60 کپسولش هست برای دلین برده برای ریش برآوردن هست. و این گونه چیا هستن اپیدمی پسته برای همخوابگی برای شخصانی که یعنی اگر که شرم شوه اصلا بیانده همخوابگی بسیار چیزا دارن. انشاءالله که با رقم ها زنگ بزنین طرز استعمالش میفهمونیم. و این گونه اپیدمی پسته است. اکثر هفته است تا روزی دوشنبه را انشاءالله روز دوشنبه اکسش جور میشه. و این گونه هست ورینی خیرموگی شیرینی خیرمو و 4 ویتامین هست چند نمودش. و برای پروستاتیت مثلا که چیزای توریسکی گیاهی هست و برای شخصانی که پشت هاشون در میکنن خنی که دارن یعنی سببی که بسیار کار میکنن درد میکنن این گونه مسئله ها هست. و تسبیح الکترونی هست سفید بگیم شکلات نشوری با هست سیاهش چند نمودش هست. و این گونه جانیماز ها هستن. این خیلی و این خیلی جانیماز هاش هستن. به نهایت جانیماز های خوبن. انشالله که میتونن که زنگ بزنین با واسطه پوچتا قطعی خیلی که مقبول باشه. انشالله میتونیم که روان کنیم. و قرآن تجویدی هسته چند نوعش هسته. اینی خیلیش هسته و اینی خیلی سویتش هسته و چند نمودی قرآن ها هسته. قرآن با زبان روسی هسته پیروود کردم از پیرودم با هسته این مثلا سرخ کبوت و فیالیت و آوی زمزم هم هسته. و این گونه الکترونی تسبیح هسته هسته خیلی پرستویشو و هسته این خیلیش با مثال گیران میشه ده دو وقت دشوی اگر که بخوری که چند تا تسبیح گفتگی مثال گفتیم میچخش دشوی نشون میتده. خب هسته دمو ویبکس برای گوتی گفت تایکش بوی پا هم هسته. یک بار میشه که در تایکش طول یک هفته تایکش بو نمیکنه. هم زنانش هسته هم مردانش هم اونیسکس یعنی هم مرد میتونه استعمال کنه هم زن. و هسته برای شخصانی که یعنی پاهاشون بو میکنه انشاءالله که این استعمال میکنه طول یک هفته پا بو نمیکنه. و این خیلی گیاهیش هم هسته به نهایت فایده خوب داره. و دیزه درن چند نمودش هسته. دوبای اسکیش هسته یگیپتیش هم هسته. میتونین که انشاءالله در رقم ها زنگ بزنین انشاءالله که برادر جواب میتن. و هسته مسکه ای 4 سانتیمتر یورشدگی. و اکسوز هم داریم برای طعام خوردن برای یازва желудка برای простатит натуральный паста при простатит полная слабость برای نیو هسته. بعد برای نیودержание мочи هم برای کودکان هم برای کلونا هسته. برای خراب شدن برای کسانی که خودشون در میکنن
و 4 تیمی چند نمودش هسته چیسته اریجینالنیش الله اعلم به چه اندازه مثلا اریجینال میگن ماده میتن واسه اینی خیلیش ایش الله اعلم واسه برای خراب شدن میتونیم که انشاءالله که زنگ بزنیم و برای سحر و جادو هسته مثلا و برای ایمونیتت نی برای ایمونیتت نیش برای خراب شدن و مثلا چند نمودش هسته اپارات نی مساج هسته انشاءالله میتونیم که زنگ بزنیم برای استعمال کردن برای کمپیر مسافید برای امونها به نهایت چی خوبه و برای شخصانی که فربه شدن میخواهن هسته درو انشاءالله که 15 تا 7 کیلو فربه میشن یک کورس بگیرن و مسواک یعنی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاه اگر که بر امتان من مشقت نمی بود امرشون میکردم که در هر یک نماز یعنی مسواک استعمال کنن با خود ان شاء الله میتونیم که مسواک هم دستفکر کنیم و چیزی که میخواین ان شاء الله و با چی هست دمو شامپون است اچار نتمین مثلا شامپون اچار نتمین چوش دیگه پروچ پرخته به نهایت یعنی اگون چی دبافکا نداره درونش به نهایت خوبه با الکترونیک قرآن داریم چند نوعش هسته اینی خیلیش هسته با اینی خیلیش هسته هم کلانش هسته هم میدهش با مینکسیدیل هسته یعنی اریجینال نه 5% شه دوخیا بسیار آنک هم میره نمبر کردن همیشه نارکوتیک گیرهینه کش همش هم مینمودش هسته انشاءالله که نیاش مثال خود پرکردگی و نیاش هستم سلطان عجبه و دلاله سیلورش میگن چی میگن تایش هسته نارکوتیکو بس که بسیار هم دوخیا سینال هم هسته انشاءالله میتونیم که زنگ بزنیم دستفکر کنیم براتون باقی در امان الله باشیم کراسوفکی هم داریم در فروش برنداوی کنترکت با فیرما زره و شوکوی ترکیه باقی بابا جان میگوره هسته که بابا جان یکان گفتنیه داره نه حجامه که اگه جمع گردی گفتنیه که داخل من خواهیم بیریم مقصد حجامه خوبیش همه برادرها که کاری جگر خون میکنه کنش خون تنگی که میشه جگر خودش ایسوی میدیسینا به هر کار میکنه بعدا کاری دیره همون وقتی آدم نیره چیت کرد یگان زخم خورد همون دوی زخم خوردگی سیام میزن کنید یعنی اینو در کار همون خون میمیره در تای همون خون وقتی که جمع میکنی همون میبری میگیری همون خونی وجب خوب کاری ارگازم انشاءالله خوب بشه برادرها بیه همه ادرسوی ما میکرایان پیرامه دوم سینهای در مترو شالکوفسکی ای مترو شالکوفسکی ای یکم کد بروی در مشروطه 860 در این کنیشکش در این کاسوی مو مترو انشاءالله اصلانیش هم خواهیجونشون بگی خیلی گابون ای باره تورецки ягон чи мондагӣ ягон чи мешавам бихарбӣ бори турецки ҳамаш ҳаст иншоалло биёрам бародарои намҷа хай ҳаст бори мақсад оригинал качествои хуб ва брендови гуфтам хуб ҳамаш ҳаст иншоалло дар хизматам хоб бо дуо бошем худо нигоҳбонтон боша иншоалло ягон ҷои қинию ягон ҷои чиш надора همش خوب غرد يا شبن الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبن الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبن الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شمن الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان خذل الستر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران اتل الستر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن أبدا لا يعلو كتاب أبدا لا يمحو سراب أنزله رب وهاب رب تواب رحمن أبدا لا يعلو كتاب أبدا لا يمحو سراب أنزله رب وهاب رب تواب رحمن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل